جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل امکان احیای جنبش زن زندگی آزادی را در شرایط دشواری قرار داد، به گونه‌ای که گفتمانی که بر محوریت شهروند عامل بنا شده بود با تقویت شهروند منتظر به حاشیه رفت. گونه اولی جنبش آفرین است، خلق معنا می کند، اما شهروند منتظر در انتظار مرگ حاکم یا ظهور اسکندر مقدونی است. او پیمانکاری می‌خواهد با حداقل هزینه کار را تمام کند تا ملت ایران را از شر تاریخی روحانیت مسلح حاکم نجات دهد. این گرایش را برخی از چهره‌های اپوزیسیون در کوران رخدادهای زن زندگی آزادی نمایندگی کردند. آنها مدام تاکید می‌کردند ملت ایران کارش را انجام داده، اکنون نوبت شماست. برای همین خواستار بمباران تأسیسات اتمی شدند. از جان بولتون جنگ طلب در یک راهپیمایی اعتراضی در بلژیک پیام ویدیویی گرفتند و سرانجام در پرونده جنگ اسرائیل فلسطین با تخطی از شعار انزواگرایانه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران که نقد کاسه داغ‌تر از آش شدن سیاست خارجی فلسطین محور جمهوری اسلامی بود، به حمایت آشکار از طرف اسرائیلی و انکار کشتار و رنج فلسطینی‌ها پرداختند تا وجود اسکندر مقدونی را توجیه کنند. چشم‌ها را نبندیم. اسکندر رهایی بخشی از واقعیت جامعه ایرانی است. بخشی از ایرانیان خسته و خشمگین از شلاق استبداد را نمایندگی می‌کند. نسخه ساده‌ای هم دارد. یک عمل جراحی تر و تمیز با حداقل درد یا همان عملیات نقطه زن. حمایت بخشی از افکار عمومی ایران از ایده جنگ رهایی بخش یک پشتوانه تاریخی دارد و برآمده از یک نگاه ساده ساز است که واقعیت‌های چند بعدی جامعه ایرانی را با تعریفی ساده و دم دستی به رویکردی عوامانه تبدیل کرده و همانطور که در جنبش زن زندگی آزادی رویای فرار آخوندها در عرض 6 ماه و چیدن سفره 7 سین را می‌فروختند، اکنون هم وعده رهایی با یک بمباران ساده را نظربندی می کنند و به خورد مخاطب می دهند. صدای شهروند منتظر زمانی بلند شد که سرکوب بیرحمانه حکومت جنبش زن زندگی آزادی را فرسایشی کرد. قبل از آن سیطره میدان با شهروند عامل بود. در شعارها و روایتها این شجاعت شهروندی است که استبداد برانداز است. اما همین که اختناق حاکم شد، صداهای منفعل و ملتمس از قدرت‌های خارجی با محوریت بیا اینها رو بزن قوت گرفت و به جای تقویت عاملیت شهروندان ایرانی نگاه‌ها به سمت و سوی کاخ‌های دولت‌های خارجی معطوف شد. اینجا در سایه سرکوب میدان اپوزیسیون فرصت طلب وابسته باز شد. میدانی که جمهوری اسلامی با سرکوب داخل گسترده می‌کند. برای جمهوری اسلامی هم تقویت شهروند منتظر نعمت است، همانطور که شهروند عامل مهنت است. پس تمام توان خود را برای سرکوب داخل به کار گرفت تا محوریت صداها به خارج منتقل شود. با چه هدفی؟ ساخت دوگانه‌ای به نام من و آنها، منی در داخل و آنهایی در خارج. در خارج همه عمده صداها تکدیگری بود، التماس از دولت‌ها برای کمک. در عیان کمتر میگویند، اما انتهای حرفشان بمباران و ورود اسکندر مقدونی به میدان منازعه بود. جنبش زن زندگی آزادی حامل امید بود، زیرا خیزش‌های عمومی و همبستگی‌های نوین را در قلب نظامی که تلاش می‌کند صدای هژمونی طلب خود بر ساحت رنگارنگ جامعه را تحمیل کند، رویت پذیر کرد. بر تداوم عاملیت شهروند تاکید کرد. مباهات به این نقاط قوت نیازمند شناسایی نقاط ضعف هم هست. به عبارتی طرفداران گفتمان شهروند عامل تکلیف خود را با اپوزیسیونی که مدافع شهروند منتظر است تعیین کنند. جنبش‌های مدنی از جنس زن زندگی آزادی بر زانوهای خود می ایستند، نه بر قدرت دولت‌های بیگانه. قدرت آنها در کلمه است، نه در بمب. برای دموکراسی مبارزه می کنند، نه باز تولید استبداد در شکل دیگر. از این رو شهروند عامل همچنان که دیکتاتوری را بر نمی‌تابد، نماینده سیاسی طرفدار جنگ و بمباران هم نباید داشته باشد.